با نام و یاد خدا و عرض سلام بریم ببینیم فرق بین دو تا عبارت for sale و on sale در چی هست. واژه سیل به معنای فروش اگر با حرف اضافه for بیاد یعنی اون جنس، اون شیء مورد نظر برای فروش گذاشته شده. همونطوری هم که میبینید توی این عکس این فرد مالک خونه‌اش رو گذاشته برای فروش، یعنی شما با دیدن این عکس متوجه میشید که فرضاً این خونه دیگه برای رهن یا اجاره نیست، این ملک برای فروش هست. ولی اگر همین سیل با حرف اضافه آن بیاد اون وقت میشه اون جنس یا حالا شیء مورد نظر توی حراجیه، بهش تخفیف خورده. توی این عکس هم این خانم کوچولو رفتن توی بلک فرایدیشون که حالا در واقع روزی هست که اجناس تخفیف میخوره توی حراجیه، کلی جنس خریدن و کلی هم از خریدشون خوشحالن. پس حواستون به تفاوت بین این دوتا عبارت for sale و on sale باشه. ممنون از توجهتون. در پناه حق.